دسته فوتبال بازان نورس تاجیکستان U17 تحت رهبری رحمت الله فضیلوف در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با کسب 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده به مرحله نهایی مسابقه را یافتند. بازی‌های گروه H بین سه دسته تاجیکستان، افغانستان و مغولستان در دوشنبه دایر شدند. در اول تاجیکستان مغولستان را با حساب 3-0 و افغانستان فوتبال بازان مغول را با حساب باز هم بزرگتری 5-0 شکست دادند. به این ترتیب در بازی نهایی به دسته افغانستان نتیجه مساوی کافی بود که غالب این گروه گردد و از مقام اول به مرحله نهایی جام آسیا 2023 را بیابد. ولی فوتبال بازان نورس تاجیک این امکان را برای رقیبان خود ندادند و دسته افغانستان را با حساب 2-0 شکست داده در این رقابت پیرو شوند. گل‌ها را بیروز حاجیف در دقیقه 21 و دلاور جمشیدزاده در دقیقه 80 زدند. بازی بین دسته های تاجیکستان و افغانستان شام 9 اکتبر سال 2022 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با حضور 3500 تماشابین برگزار شد. شعبان نعیموف از دسته تاجیکستان بهترین بازیگر این رقابت دانسته شد. بجز از تیم نورسان تاجیکستان، منتخب افغانستان نیز از گروه H به مرحله فینالی جام آسیا 2023 را یافت. دسته مغولستان که هر دو بازیش را باخت و یگان امتیاز به دست نآورد در این گروه در مقام آخرین قرار گرفت.